خبر؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو جذاب دیگه از ماینکرافت. بچه ها امروز اومدیم آموزش بدیم که نور RGB درست کنیم. بزن من شب خب برابر ببینین ما اینو میزنیم، میبینین چه باحاله. خب آموزش میدن، من روز کنم. خب بچه ها ببینید شما نیاز به اینا دارین. من اسمشون رو فراموش کردم. نیاز به این دارین، بیام پایین. یه دونه این و این و یه بحثه. بچه ها شما میخواین یا از این استفاده کنید یا هم این خوشگل تره، یا هم که از این استفاده کنید دیگه. یه نور RGB هست. یا هم از این، از هر کدومشون که میخواین، ولی این قشنگ تره. خب بچه ما اینی که گذاشتیم نیاز به یه دونه از اینا داریم. آره دیگه بذاریم. و این بلاک رو میبینیم از اینا که من برم دنبالش بگردم، ویدیو رو استاپ کنم. خب برعکس ببینین. خب ببینین اینا رو یک در میون میذاریم اینجا نه این لحظه. خب مثلا 4 تا میگه. سبحان الله. حالا یه چیزی بذارم. بچه شما که اینطوری کردین ببینین به همین سادگی. و حالا یه دونه میزنیم اینو میذاریم. اینطوری دیگه. آره نه یه لحظه بچه، یه دقیقه. خب اینش درسته بچه. یه دونه میذاریم، اینم میذار اینطوری نه. حالا اینا رو جلوش صاف باید بذارین. من اسمشون رو یادم رفته. و اینی که گفتم بذارین من اینو بزنم که اینا برن بالا. یه دونه اینطوری زیرشو میکنیم. زیرشو که کندیم اینطوری دور تا دورشو میریم. خب اینطوری رفتی. وسطشون هم پر کنید. و حالا قسمت اصلی حالا ما که اینو زدیم باید بیاریم پایین. میبینید اینطوری میکنیم. بعد تمام اینو که میزنید کافی اینو بزنید. ایزی. ببینید چه راحته. بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. فعلا بای بای.